سلام علیکم دوستای از برادرای گرامی. بازار صاحب میگه که قشلاق که من بوی چپاتی دارد، اما اینجا فیض آباد نیست، تاجیکستان نیست، کالیفرنیا است. در کالیفرنیا فقط بوی پیتزا و ساندویچ میکنند. اکنون باشه اطرافش ببینید، خانه‌ای ببینید. این خانه‌های قدیمی برین. شهری رینو است. کوه احاطه کردگی است. تپه ها کوه هم موقع نگویم میشه چون که خاکی است. تلو تپه و همین گونه نمود دارد. راهاشون پست و بلندی همیشه. این طرف اوقع برف هم نمیشه، کمتر خنک میشه. برف یه بار دو بار اگر بارید تیزتر آب میشه. این اکن آنم بالا رو نگاه میکنیم، نزدیک میکنیم. خانه های بینید در تلو تپه. این خشور تافتی است دست یا نه؟ ماشینا کم. اینجا اساسی کارخانه ها زیاد است. البته اطرافش مردم زندگی میکنه. از خانه هایی که نشون دادم این خانه های همین مردم است. یکی بیشتر فابریکه و زواد هم خیلی چیزای استحصالی. از یک چیز دیگه جالب برای من نمود که همین پنجره هایی که میبینی این همترش به خانه های هرجوراب هست. در خانه های هرجوراب مردم زندگی میکنن. یعنی ماشینشون رو میگیرن، کشولا میکنن، ایشتت با ایشتت میکشونن. مردک علاقه باربیکیو کرده شده است. این باز اگر حساب کنیم کمیش یک 100 تا زیاد این اینجا مردم زندگی میکنن. مخصوص همین جای انتخاب کردگی هستن، یعنی محکم است. هر نفری که میتونه یعنی جوشه با فکرم پولش میته و میگیره زندگی میکنه. این هم خانه ها و مردم زندگانی میکنند. شرط نیست خانه خریدن. اینجا که نفورید با یک جای دیگه میرن. این هم در خونه‌اش چند کس زندگی میکنن. نبینه یک قدر ویلیسیپید 3-4 کس هست، 5-6 کس هست، وابسته به اهل اویلا. طبیعت چه میبینه؟ طبیعت البته با تاجیکستان مانندی دارد. این طرف هم طرف هم خانه ها. کجای امریکا نرفته حتما آدم ها رو میبینی. یعنی که خانه ها هستن، فرق ندارد. دوری دور هم رفتید یک گوشی اون طرف ترش هم که رفتید حتما مردم زندگی میکند. یک حسابی روزگار شد دارد یا که زمین دارد. بسیار نفرهایی که در اینجا زندگی میکنند درآمدشون از حسابی یعنی کارخانه هایی که اینجا کار میکنن مردم اومده کار میکنن. اینجا درآمدش یک چولو بیابون بیمان میشه، لیکن همجا گرفته اینه ویلکام. اینه حتی چی دارد؟ پاسبان دارد که نگاه بی میکنه. یعنی معلوم که پولشان از میتین پاسبانشان هست. راهاش که تازه بیمان نمیشه. بیابان. این هم خیلی مرکزهای شهر هم میبینه.
بناهای قامت افراخته زیاد هستند، زیبا خوشرو. اما اگر اطراف امریکا نگاه کردید، بیرون از 30 دقیقه بیرون از مرکز که رفتید، حتما میشه زیاد خانه های 2 آشیانه 3 آشیانه میبینید و مردم بسیار خوش داره جای آرومی. امریکایی خصوصا بسیار دوست میدارن جای آرومه. نه همین کارخانه است. این هم برادرای گرامی، در هر کجای باشه صحت سلامت باشه، خدا نگهبان همه ما و شما باشد. علخصوص مهاجرای گرامی، هر مهاجری که در کدام دولت نباشد خودتون احتیاط کنین، خداوند نگهبان باشد و پدر و مادر و خویش و تبار و این دیگرها را فراموش نکنیم و همیشه مهربان باشیم.